درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این قسمت میخوایم در خصوص فرایند مصاحبه اعزام به خارج فرهنگیان با هم صحبت کنیم. همینطوری که در جریان هستید آزمون اعزام به خارج فرهنگیان برگزار شده و منتظر اعلام نتایج هستیم. نتایج دیگه حدوداً 2 هفته آینده اعلام میشه و ما باید بریم خودمون رو برای مصاحبه آماده کنیم. حالا شمایی که تو آزمون شرکت کردید و انشالله قبول میشید و میرید برای مرحله مصاحبه، چه اتفاقاتی رو در فرایند مصاحبه باهاش درگیر هستید؟ راجع به این مسائل قراره که امروز با هم صحبت بکنیم. خب فرایند مصاحبه اعزام به خارج شامل چه مواردی میشه؟ من اینجا تیتروار آوردم و دونه به دونه خدمت شما عرض میکنم که چه مواردی رو شما باید حتما انجام بدید. ابتدا به محض اینکه نتایج اعلام بشه، شما در سامانه‌ای که آموزش پرورش اعلام میکنه که از طریق احتمال زیاد مای مدیو باشه، شما باید برید و مدارکی رو بارگذاری بکنید که تو اسلایدهای بعد خدمتتون عرض میکنم. بعد از اینکه مدارک بارگذاری کردید، ما یک ایستگاهی داریم، یک اتاقی داریم که وقتی رفتید تهران بررسی مدارک رو انجام میدن. اتاق پذیرش مدارک شما بر اساس مستنداتی که توی سایت بارگذاری کردید رو دونه دونه اونجا مسئول پذیرش یا به قولی تسهیلگر یا تسهیل کننده میاد مدارک رو بررسی میکنه، ببینه که کدوم یکی از این مدارک اصل درسته و با آنچه که تو سایت بارگذاری کردید تطابق داره. اتاق بعدی اتاق مصاحبه عمومی هست، اتاق گزینش هست. خب میدونید اتاق گزینش چه اتفاقی میفته، اتاق مصاحبه عمومی رو در جریان هستید. شما چندین سال سابقه معلمی دارید، حداقل 10 سال سابقه معلمی دارید که تونستید تو این آزمون شرکت بکنید، پس به راحتی از عهده این اتاق برمیایید و اتاق مصاحبه عمومی که شامل سوالات روانشناسی میشه. اما قطعا میدونید که یه سری تکنیک هایی داره، یه سری لمی داره که شما برای این که خیلی خوب از عهده این اتاق بر بیایید باید از قبل آماده باشید. سوالاتی که تو این بخش مطرح هست رو دونه به دونه خونده باشید و بتونید قبل از این که وارد این اتاق بشید تمرین کنید تا از عهده این که اتاق هم بر بیایید. خب اتاق گزینش رو داریم. تو اتاق گزینش بحث قرآن خیلی مطرحه، حالا جلوتر بریم بیشتر صحبت میکنیم. گزینش و احکام و سوالات سیاسی اتاق بعدیه که قطعا شما باید اطلاعات کاملی داشته باشید. ایستگاه بعدی یا اتاق بعدی فناوری اطلاعات از شما میپرسن. قطعا باید بتونید با کامپیوتر کار بکنید، اطلاعات کامپیوتر رو داشته باشید. در مورد فضای مجازی ازتون میپرسن، کارهایی که تو فضای مجازی، کارهایی که با گوشی میتونید انجام بدید رو ازتون میخوان که تو این اتاق شما چقدر مهارت دارید، اون مهارت رو باید به نمایش بذارید. ایستگاه بعدی ایستگاه زبان خارجی هست که شما به چه زبانی مسلطید، ترجیحاً انگلیسی و خب عربی انگلیسی صحبت باید بکنید. سوالات انگلیسی ازتون پرسیده میشه. ما تو دوره مصاحبه 100 تا سوال اساسی که تو این اتاق پرسیده میشه رو با جوابش آماده کردیم، در اختیارتون قرار میدیم. عرض به حضورتون که اگر زبان عربی هم بلد باشید، خود زبان عربی بلد بودن زبان عربی بهتون کمک میکنه که امتیاز بیشتری برای حضور در کشورهای عربی داشته باشید. و اتاق مصاحبه تخصصی هست. حالا بریم جلوتر و بگیم که اتاق مصاحبه تخصصی چه خبره. شمایی که برای مدیریت و معاونت شرکت کردید، اونجا چه سوالاتی از شما میپرسن؟ اگه برای کارشناس در سرپرستی شرکت کردید، کارشناس امتحانات شرکت کردید، برای هر بخشی سوالات مخصوص خودشو داره. مثلا یه مدیر مدرسه باید با دستورالعمل‌ها کامل آشنایی داشته باشه، یا عرض به حضورتون که یک آموزگار وقتی شرکت میکنه برای اعزام به خارج باید بدونه که جشنواره جابر بن حیان مثلا چیه، اطلاعاتی که اطلاعات سابقه های تحصیلی، اطلاعات فعالیت های جانبی، جشنواره های مختلف تو این اتاق قطعا میتونه به شما کمک بکنه. اتاق تدریس رو داریم که مخصوص آموزگاران و دبیران هست و کارشناسان و عرض به خدمتتون که مدیر مدرسه خب از این اتاق مستثنا هستند و وارد این ایستگاه نمیشن.
بعد ایستگاه تدریس چه ویژگی هایی باید داشته باشه، شما چه کاری رو انجام بدید امتیاز میگیرید. شما ممکنه که سالها سابقه تدریس داشته باشید، بهترین دبیر شهرتون باشید، اما باید توی حرف زدنتون یه سری نکاتی رو رعایت بکنید. اگر توی صحبت کردن، تو گفتن، تو شروع، تو فرایند تدریس چند تا جمله رو نگید امتیاز نمیارید. مثلا توی تدریس میگید بچه‌ها من این تکلیف رو تو کانال شادمون گذاشتم، حتما کانال شاد رو چک بکنید. همین یه جمله به شما امتیاز فناوری رو بهتون میده که ما تمام بخش ها، تمام جزئیاتی که مربوط به ایستگاه تدریس بشه رو با فرم ارزیابی داور از شما چه انتظاری داره. داور اصلا شاید به شما نگاه نکنه که چجوری داری تدریس میکنی، خب فقط آره اینو اشاره کرد، اینو اشاره نکرد، اینو گفت، اینو نگفت. خب ممکنه که شما حرفه‌ای تدریس بکنید اما اینجا امتیاز نیارید چون بعضی موارد رو اشاره نکنید. این فرم ها همه اینا رو در اختیار شما قرار دادیم. ایستگاه بعدی ایستگاه بحث گروهیه. تو بحث گروهی چه اتفاقی میفته، شما چه کارهایی رو باید انجام بدید، همه اینا رو براتون توضیح دادیم. ایستگاه بحث گروهی سناریوهای مختلفی که وقتی شما سناریوهای مختلف رو داشته باشید میتونید بر اساس اون خودتون رو آماده بکنید و ذهنیت داشته باشید. راجع به مسئله‌ای که ذهنیت داشته باشید قطعاً میتونید بهتر نظر بدید و تو جمع حالا چه کاری باید انجام بدید، قبل از اتاق بحث گروهی چه کاری باید انجام بشه، در حین بحث گروهی چه کاری باید انجام بدید. یه تکون دادن سر تو این اتاق امتیاز داره براتون و تمام این جزئیات با فرم داوری رو براتون آماده کردیم. و اتاق بعدی اتاق ایفای نقش هست. حالا اتاق ایفای نقش برای آموزگارها به یه صورتیه، برای دبیرها به یه شکل دیگه، برای هنر آموزها متفاوت تره که اینها رو با جزئیات تمام تو دوره آموزشی آماده کردیم و در اختیار شما عزیزان قرار دادیم. همونطوری که اشاره کردیم اولین مرحله بارگذاری مدارکه و همینطوری که در جریانی 2.5 برابر قراره که دعوت بشن به مصاحبه. از این 2.5 برابری که قراره دعوت بشن به مرحله مصاحبه یه عده تو این مرحله بررسی مدارک رد میشن. یعنی ممکنه که سابقه شون همخوانی نداشته باشه، ممکنه که حکم کارگزینی که بارگذاری کرده باشن 9 ماه و نمیدونم 9 سال و 9 ماه و خورده‌ای باشه و 10 سال نشده باشن. یه عده ممکنه که تو بحث تأهل دچار اشکال بشن و بارگذاری مدرک تأهلشون. زوجین فرهنگی ممکنه نمیدونم بچه کوچیکی داشته باشن و یه سری چالش‌های این شکلی بر بخورن و نتونن بیان. یه عده به خاطر کارت پایان خدمتشون ممکنه رد بشن. یه عده به خاطر حد اکثر سابقه، گفتیم که لیسانس با 25 سال، حد اکثر سابقه برای کسی که لیسانس داره 25 ساله و برای کسی که فوق لیسانس داره 30 ساله. ممکنه یه عده مثلا 30 سال و نمیدونم 1 ماه شده باشن و اینجوری رد بشن. پس از این 2.5 برابر یه عده تو بررسی مدارک رد میشن و خب شانس شمایی که قبول شدی و چالشی نداری خیلی بیشتر میشه. مدارکی که اینجا باید بارگذاری بکنید رو لیست کردم. مثلا سوء پیشینه نباید داشته باشید، اشاره شده که این مدارک رو حتما باید تو سایت بارگذاری بکنید. خود دوره‌های ضمن خدمت هم امتیاز داره. دوره‌های ضمن خدمت اگه شما داشته باشید اشاره شده که دوره‌های ضمن خدمت مرتبط، مثلا دوره ضمن خدمتی که شما برای کتاب‌های جدید تألیف گذروندید، دوره مثلا ارزشیابی توصیفی برای آموزگارها امتیاز داره. مدارک رو بارگذاری کردید میرید تهران و به محض اینکه وارد شدید اونجا پذیرش انجام میشه، مدارک شما رو بررسی میکنن، اصل مدارکی که بارگذاری کردید رو ازتون میخوان، سابقه کاریتون رو چک میکنن، حد اکثر سابقه‌ای که اشاره کردیم باید مثلا برای لیسانس 25 باشه، اینا بررسی میشه و شرایط مخصوص خود کد رشته‌ای که شرکت کردید. مثلا شما اومدی آموزگاری شرکت کردی و برای معلمی شرکت کردی، 4 سال باید تو این 10 سال گذشته سابقه معلمی داشته باشی و 2 سال هم اگه مدیر معاون باشی این شرایط رو داری. پس از این بازه 10 ساله گذشته شما باید مثلا حداقل 4 سال معلم باشی که بتونی تو این بحث آموزگاری، شرایطی که تو دفترچه اومده همه این شرایط رو بررسی میکنن. ممکنه یه عده این شرایط نداشته باشن و رد بشن. و بحث تعهد خدمتی
بررسی میشه تمام مدارکی که بارگذاری کردید شما آیا تعهد دارید یا نه. تعهدم که قبلا اشاره شده مربوط میشه فقط به دوره لیسانس. اگر تعهد اضافه تری دادید شما اون مد نظر نیست. خب اتاق بعدی اتاق مصاحبه عمومی و گزینشه. تو مصاحبه عمومی چه اتفاقی میفته، شما چه کاری رو باید انجام بدید، با جزئیات تمام همه رو خدمت شما خواهیم گفت و صحبت خواهیم کرد تو دوره‌ای که برای شما آماده کردیم. تو این ایستگاه سوالاتی مربوط به شخصیت شما، سوالات روانشناسی ازتون میپرسن. چجوری کلا باید ظاهر بشید اونجا، از همون بد و ورود که اتاق پذیرش هست وقتی وارد میشید رفتار شما زیر نظر گرفته میشه. لباستون چجوری باشه، پیرهنتون چجوری باشه، یک دیپلمات باید باشید شما، کت شلوارتون چطور باشه، خانوما چجوری حاضر بشن، تمام جزئیات رو باید دقت داشته باشید. بیان مناسب باید داشته باشید، لهجه نباید داشته باشید. اگر لهجه داری مثلا نمیدونم غیر خوب نمیتونی تلفظ بکنی، خب انقدر الان باید تمرین بکنی که این لهجه رو برطرف بکنی. راهش هم خدمتتون میگیم، چجوری نشستن، چجوری راه رفتن، ایستادن شما، همه اینا زیر ذره‌بین خواهد بود. تو اتاق گزینش روانخوانی قرآن خیلی مهمه، سوالات احکام از شما میپرسن و مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و مسائل روز رو هم باید کامل مسلط باشید. کلی تلاش کردید، کلی وقت گذاشتید، کلی انرژی گذاشتید که قبول بشید. حالا چقدر خوبه که از الان انرژی بذارید و برید برای مصاحبه خودتون آماده کنید. احکام بخونید، زبان انگلیسی تمرین کنید. این فرصت به این خوبی رو به راحتی از دست ندید. درآمد دلاری شیرین پشت این داستان هست. برید برگردید تغییر خیلی زیادی در زندگی احساس میکنید. پس لطفاً خوب و پر انرژی ظاهر بشید. حتما از همین الان شروع کنید احکام بخونید. از الان با مسائل سیاسی بیشتر آشنا بشید. زبان انگلیسی تمرین کنید. اگه برای کشورهای عربی شرکت کردید عربی تمرین کنید. حتما انرژی بذارید، انشالله قبول میشید و این شیرینی قبولی شما رو هم ما حس میکنیم هم خودتون. بریم و برگردیم و بقیه ویدیوها رو پرشورتر با جزئیات خیلی بیشتر آماده کنیم و تقدیم حضورتون کنیم.